الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى این حلقه 64 از آموزش کلمة الإخلاص، کلمة التقوى، کلمة الطیبه، کلمة التوحید، عروة الوثقى، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. در این حلقه باقی مانده از مسائلی که تعلق به شرط پنجم صحت لا اله الا الله دارد که محبت است بیان کرده می شود. دایره محبت عبودیت چگونه است؟ به زبان عربی این رو میگن ضابط. کلمه ضابط یعنی یک حکمی که اصل یک چیز را، فرعیات یک چیز را، یک مسئله را کاملا در بر میگیرد. ضابط. مثلا یک کسی به شما بگوید که ضابط لا اله الا الله چیست، مختصرا به تمام معنیش لا اله الا الله را باید ذکر بکنید. یا ضابط هر یک مسئله را وقتی که پرسید، معنای ضابط همین که این مسئله را از همه جهتش یگان جایش را نمانده حقیقتش را به من بیان بکن. پس حقیقت محبت عبودیه، دایره‌ای که محبت عبودیه دارد، اصلش، فرعش، جزئیاتش، پس محبت عبودیه کاملا چیست؟ محبت عبودیه، محبتی که محبت عبادت است، محبتی است که لازم می شمارد که با همراهی این محبت ذل، خضوع و خاکساری و خشیه و بزرگ شماردن الله و اطاعت نمودن، کمال طاعت الله، یعنی الله را و رسولش را در همه حالت با تمامی خواهش و حرکت اطاعت نمودن و الله و رسولش را صلی الله علیه و سلم از دیگر همه چیزها پیش دانستن. پس هر کسی که همین عبادت هایی که گفتیم، یعنی ذل، در ذلیلی و خودش را در نزد الله پست حس کردن، فقیر حس کردن، خضوع، بزرگ شماردن الله و رسولش را از همه چیز پیش گرفتن، همه این عبادت ها را کسی که از این نمود عبادت را بغیر الله صرف نماید، محبتی که در برگیرنده همه این عبادت است بغیر الله صرف بکند، پس انسان مشرک در عبادت است. مشرک در عبادت، زیرا که محبت عبادت است. هر کسی که محبت را بغیر الله صرف میکند، این انسان مشرک شده است و کافر شده است و شرکش در عبادت است. چندین مراتب به شما ذکر کردیم و بیان نمودیم سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتابشان تحفة العراقیه که گفتند عبادت در برگیرنده کمال حب است و نهایت حب است. کمال و نهایت حب را در بر میگیرد و این چنین کمال ذل و ذلیلی و نهایتش را در بر میگیرد. پس هر محبوبی که بزرگ شماریده نمی شود، به وی محبوب ذلیلی کرده انجام داده نمی شود، این محبوب معبود حساب نمی شود. پس معبودی که دوست داشته نمی شود، بزرگ داشته نمی شود، این معبود نیست. برای همین است که الله رب العزت و الجلال را ما باید دوست بداریم و محبت داشته باشیم و محبتمون در برگیرنده کمال حب و نهایتش باشد.
با همراهی ذلیلی و ذلی، خشوع، خضوع، بزرگ شماری و طاعت الله سبحانه و تعالی. پس وقتی که الله سبحانه و تعالی را کسی که دوست داشت، محبت الله در قلبش به وجود آمد، این محبت به انسان ثمره ها می بخشد، علامت ها می دهد. در حقیقت هر کسی که محبت الله را دارد، پس علامت هایش را هم دارد. اولین علامت محبت الله این است که کسی که الله را دوست دارد طاعت رسول صلی الله علیه و سلم میکرد. طاعت یعنی اطاعت کردن، سرکشی نکردن از امرها و نهیهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، متابعت و پیروی نمودنی سنتش بکند و پابرجا با اخلاص و یقین صادقانه در عمل باشد. این علامت محبت الله است. دومین علامت محبت الله پیش گرفتن محبت الله و رسولش از تمام دیگر چیزها، پیش دانستن محبت الله و رسولش از تمام دیگر چیزها، و این چنین پیش گرفتن محبت الله و رسولش از هوا و هوس که به نهایت مهم است. امروز مشکلی مسلمان ها به نهایت تعلق به هوا و هوس دارد. این دموکراتی که کافرها به بالای من و شما همچون یک قانون، همچون یک سیستم زندگی گذاشتند، من و شما را تابع هوا و هوس کرده است. مسلمان ها امروز چنان تابع هوا و هوس شده اند که سبحان الله در همه کار میخواهند دموکراتی داشته باشد، آزادی. و حتی اگر به بالای بعضی از مسلمان ها حکم قرآن و سنت را جاری بکنید، شاید به وی وزنینی آید، حسیاتی ناراحتی بکند، چرا که به دموکراتی، به پیروی نفس عادت نموده است. همین دموکراتی پیرو نمودن از هوا است. هر کسی که هوا و هوس چیزی گفت به همون طرف مایل است. پس این کفر مطلق است. پس علامتی سومی که محبت الله بودن را تصدیق می کند، در حالت اختیار الله و رسولش را از دیگر همه چیز پیش گرفتن. بعضی حالت می شود که الله سبحانه و تعالی شما را به یک مکان یا به یک درجه می رساند که شما باید اختیار بکنید، یا الله و رسولش را اختیار میکنید یا غیر الله و رسولش را. اگر محبت الله داشته باشید، الله و رسولش را اختیار میکنید و غیر الله و رسولش را ترک میکنید. یعنی حکم الله و رسولش یا حکم غیر الله و رسولش، حکم الله و رسولش را باید اختیار بکنید اگر محبت الله داشته باشید. چهارمین علامت بد دیدن آن چیزهایی که الله سبحانه و تعالی این چیزها را بد میبیند، گرچنده که هوا و هوس مائل به این چیز باشد. گرچنده که نفستون یک چیزی بد شده را میکشد، اما شما باید بد بینید و نفستون را ملامت کنید. پنجمین علامت محبت الله صبر بر بلا. صبر سه نمود است: صبر بر مصیبت، بلا این یکم، صبر بر طاعت. بر طاعت و عبادت هم باید صبر بکنید. تا مرگ شما مکلف هستید، وظیفه دار هستید، تکلیف است. صبر بر طاعت، صبر بر مصیبت و بلا و تقدیر، و صبر از گناه، صبر از معصیت و گناه. یعنی صبر بکنید و به طرف معصیت و گناه نروید. الله سبحانه و تعالی در سوره محمد آیه 31 میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین.
حتما ما شما را میسنجیم، در معرض ابتلای خود قرار میدهیم. غایت از این سنجیدن چیست؟ مقصد چیست؟ تا که بدانیم که کدام از شما مجاهد هستید و کدام از شما صابر هستید. پس هیچگاه شما فکر نکنید که الله شما را نمیسنجد، بلکه همیشه الله شما را سنجیدنش ممکن است. تا به نزدیکی چقدر انسان‌های بودند که خود را اهل سنت می گفتند و به نهایت بلند و پست سخنها، به نهایت یک حرکتها، اما وقتی که به معرض سنجش آمدند معلوم گشت که آن دعوایی که دارند سزاوارش نیستند، زیرا که در حالت سنجش فهمیده می شود که شما حقیقتاً کی هستید. الله المستعان. ششمین علامت محبت الله این دوست داشتنی دوستان الله، موالات با اولیاء الله است و بعد دیدن و دشمنی کردن با کافران است. این چقدر قاعده بزرگ و چقدر علامت بزرگ محبت الله. اما امروز الله المستعان به حال زار این مسلمان های امروزه شکایت به الله میکنیم که چقدر دشمنان الله را دوست گرفتند و دوستان الله را میرنجانند و دشمن گرفتند. امروز موحدین، کسانی که موحد هستند حقیقی، هم از طرف کافران و هم از طرف خود مسلمان ها اذیت میکشند. جاء الاسلام غریبا و سیعود غریبا و طوبى للغرباء. اسلام به غریبی آمد و زود است که غریب می شود و خوشا به حال غریبان. این غریبان کی هستند؟ موحدین هستند. والله بالله تالله غیر از موحد دیگر برای کسی خوشبختی و توبه وجود ندارد. چرا اینها غریبند؟ چرا اهل توحید غریبند؟ چرا که اهل توحید هم از طرف خود مسلمان ها اذیت میکشند و هم از طرف کافران اذیت میکشند. برای همین است که غریبند. کسانی که پیروی قرآن و سنت میکنند، با فهم سلف امت پیروی قرون المفضله میکنند، اونها غریبند. حتی امروز کار تا به جای رسیده است که موحد در بین خودی مسلمان ها غریب است، بیچاره است. الله المستعان. پس دوستی کردن با دوستان الله، دوست داشتن دوستان الله، دشمنی کردن با کافران، این علامت محبت الله است. هفتمین علامت محبت الله همیشه مشغول بودن به ذکر الله سبحانه و تعالی و مائل بودن قلب، تعلق بودن قلب به الله سبحانه و تعالی و اونس گرفتنش به الله. به یاد الله زندگی کردن را بدبختی بشمارد. در همه حالت استغفر الله، سبحان الله، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، الله اکبر. در حالت برآمدن به بالا الله اکبر، در حالت فرآمدن از بالا به پایان سبحان الله، در حالت چیز عجیبی را دیدن سبحان الله، در حالت منکری را دیدن سبحان الله، در حالت خوشحالی الله اکبر، که این صفت همه صفت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. و رضا شدن به الله سبحانه و تعالی و به تقدیرش و تسلیم شدن به تقدیرش، امرش و به خواستش. در حقیقت این علامت محبت الله است. کسی که الله را دوست می دارد این همه علامت ها را دارد. هشتم علامت محبت الله، این بجا آوردنی
چیزهای لازمیه که با همراهی محبت الله بودنش ضرور است. ما چه خیلی که به شما در حلقه های گذشته بیان نمودیم. هر کسی که محبت الله را دارم میگوید باید الولاء و البراء داشته باشد، باید اتباع رسول الله باشد، باید محبت آن چیزی که الله دوست می‌دارد داشته باشد، که این از لوازمات است. کسی که این چیزها را نداشته باشد باید اهل توحید را دوست بدارد. کسی که این چیزها را نداشته باشد محبت اللهش دروغ است. بارک الله فیکم. و این 8 علامت محبت الله. پس برادرم و خواهر موحدم، بینگر که آیا تو این علامت ها را داری؟ اگر ها، در حقیقت محبت الله در تو وجود دارد، خوشبخت هستی. اگر نه، تعلیم بگیر، بیاموز و کوشش نما تا که این علامت های محبت الله به وجود آید. از الله می طلبیم که محبتش را در قلب ما جای بگرداند. اما بدانید که مشرکان هم الله را دوست می دارند و هم به پهلوی الله یا که به غیر الله چیزی دیگری را دوست می دارند. برای همین مشرکان کسانی نیستند که فقط الله را گویا ترک کرده باشند و غیر الله را فقط بپرستند. شما این چنین مشرک را وقتی گفتید شاید نیابید. هستند به مانند بودیست یا که مشرک، به مانند مجوس، به مانند کنفویست، بعضی از هندوس که اینها الله را ترک کرده اند و فقط به غیر الله عبادت میکنند و غیر الله را دوست میدارند. اینها حکمش معروف است که کفار است و مشرک است. اما کسانی هست که خودش را مسلمان میگویند، امت رسول الله صلی الله علیه و سلم خود را میشمارند، الله را دوست دارند، دعوا میکنند که الله را دوست داریم، حج و زکات و نماز و دیگر عبادت و همیشه به ذکر مشغولند. اما اینها مشرکند. سبب این است که غیر الله را هم مثلی که الله را دوست می‌دارند دوست دارند. یعنی مشرکان کسانی هستند که الله را دوست می‌دارند ولیکن در مسئله شرک، در مسئله محبت شرک قرار می‌دهند. ببینید شرکشان در مسئله محبت است. انداد، یعنی غیر الله، بت و وثن و یکون چیزی دیگری رو به مانند الله دوست می‌دارند، با همراهی الله دوست می‌دارند. دلیل همین آیت است. سوره بقره آیت 165 که الله میگه یحبونهم کحب الله، یعنی مشرکان غیر الله دیگر از طاغوت را دوست می‌دارند به مانندی که الله را دوست می‌دارند. پس بدانید هر کسی که الله را دوست بدارد و غیر الله و یا با همراهی الله چیزی دیگری را دوست بدارد، این محبت اللهی که دارد به وی هیچ فایده نمی بخشد. همان وقت محبت الله به انسان منفعت می بخشد که این محبت تنها به الله صرف شود. یکم. دوم، لوازمات این محبت، چیزهای ضروری این محبت به وجود آید، از توحید، از ولا و البرا، از پیروی رسول الله، از طاعت الله، از محبت الله و از محبت آن چیزی که الله دوست می دارد و بعد دیدن آن چیزی که الله بد می بیند. بارک الله فیکم. معنای دوام آیت که الله میگه والذین آمنوا اشد حبا لله، اشد حبا لله، و آنانی که ایمان آورده اند به الله اشد، سختر است، حبا، حبشان، محبتشان، عشقشان به الله. در این مسئله علمای اهل سنت و جماعت در تفسیر این آیت دو معنا دادند. میگویند یکم معناش اشد حبا لله من حب المشرکین لله عز وجل، یعنی مؤمنان محبتشان نسبت الله از محبت مشرکان نسبت الله بالاتر و سختر است. یعنی مشرکان وقتی که الله را دوست می‌دارن میگند، مؤمنان هم الله را دوست می‌دارن میگند. محبت مؤمن الله را از محبت مشرک الله را زیاد و سختر است. یعنی مؤمن الله را از مشرکان دیده خیلی هم سختر و زیادتر دوست می‌دارد. پس این دلالت میکند که مشرکین در محبت الله ضعیفند
این انیق است، این 100% است که مشرک وقتی که غیر الله را دوست می‌دارد و باز میگه که من محبت الله را بینات قوی دارم، این دروغ میگه. اگر محبت الله در قلبش قوی میبود غیر الله را مثل الله دوست نمی‌داشت. معنای دوم اشد حبا لله من حب المشرکین لاندادهم و آلیهتهم، یعنی مؤمنین الله را به نهایت سخت دوست می‌دارند، سخت‌تر از حب مشرکینی که غیر الله را دوست می‌دارند. بارک الله فیکم والله اعلم. هر دو معنای درست است و هر دوش هم استفاده بردن جایز است. پس کدام چیزها سبب می شود که محبت الله در انسان زیاد بشود و به وجود آید و زیاد بشود؟ پس بدانید که الله سبحانه و تعالی مستحق دوست داشتنی است. الله ذاتی است دوست داشتنی است، مستحق عشق و محبت است، زیرا که الله سبحانه و تعالی به نهایت ذات کامل و به نهایت ذات زیبا و به نهایت ذات نعمت بخشنده است و قادر و عالم و خلق کننده و رزق دهنده من و شما است. ابن تیمیه رحمه الله در تحفه عراقی میگند اصل المحبه، اصل محبت این شناخت الله سبحانه و تعالی است. پس از این سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چی فهمیده ممکن است؟ فهمیده می شود که سبب پیدایش محبت، سبب پیدایش محبت الله، اولین سبب پیدایشش این شناخت الله سبحانه و تعالی است. یعنی الله را باید شما بشناسید، بیاموزید. چگونه؟ با قرآن و سنت. چگونه ای که الله خواسته است، از خودش خبر داده است، به من و شما در قرآن ذکر نموده است که الله چگونه است، در کجا است، الله چی میخواهد، چی امر کرده است، چی نهی کرده است، چی چیزها را حرام، چی چیزها را حلال کرده است و چگونه است، چی نام دارد، چی صفتها دارد، یگانه است و شریک ندارد. شناخت الله سبحانه و تعالی اصل محبت، این شناخت الله است و اصل دین هم شناخت الله است. اصل توحید هم شناخت الله سبحانه و تعالی است. امروز اهل بدعت را میبینید، از رافضه و از صوفی و قبوری و جهمی و مرجئه که ادعای محبت الله میکنند، دعوا میکنند که ما الله را دوست داریم، در حالت میبینید که الله را نمیشناسند، شناخت الله ندارند. یک مخلوق را، یک موجوداتی که الله خلق کرده است، این موجود، این مخلوقات را با الله برابر میکنند. پس میفهمیم که اینها قبر پرستان و مرده پرستان هیچگاه الله را نشناختند سبحانه و تعالی. پس محبت الله سبحانه و تعالی دو اصل دارد. یعنی شناخت الله سبحانه و تعالی دو اصل دارد، معرفت الله. پس شناخت اسما و صفاتش و شناخت امرها و نهیهایش و فهمیدن و آموختنش است. بارک الله فیکم. پس بدانید که اینچنین محبت الله با شناخت الله هم علما میگند دو نمود هست یا که دو اصل دارد. اصل اول محبتی که محبت عامه هست، محبت کامل عامه هست. الله را محبت عامتا دوست می‌داریم به خاطر تمام احسان‌هایی که الله به بندگانش کرده است. الله سبحانه و تعالی تمام بندگانش را خلق نموده است به این دنیا در حالتی که همه فطرتاً در قلبش الله را دوست می‌دارد و دوست می‌دارد کسی را که در حقش دوستی کرده است. هر یکی من شما دوست می‌داریم هر کسی که در حق ما نیکی بکند و بعد می‌بینیم هر کسی که در حق من شما بدی بکند. پس الله را ما همیشه دوست می‌داریم به خاطر اینکه به ما نیکی کرده است و این محبت عامه است. تمام مردم همین خیلی هستند، همین طور هستند که الله را دوست بدارند.
البته در مسئله شناخت الله انسان ها تقسیم میشن. مؤمنان مسلم امت اسلام الله را میشناسند درست و صحیح، اما غیر اسلام همین الله را درست و صحیح نمیشناسند و شیطان اونها را گمراه کرده است. اصل دوم محبت، که این محبت الله سبحانه و تعالی هست که الله اهل همین محبت است. از این فهمیده می شود که به خاطر الله دوست داشتن، به خاطر وجه الله دوست داشتن، یا که دوست داشتنی کسانی که الله را دوست می دارند و الله اونها را دوست می دارد و آموختن اسما و صفات الله، البته این هم یکی از سبب های زیاد شدنی محبت الله سبحانه و تعالی می شود. بارک الله فیکم. و آموختن صفت الله سبحانه و تعالی از قرآن و سنت و تأمل و تفکر کردن. پس معرفت، تفکر در اسما و صفاتش و کمال الله و قرائت کردن کلام الله، یعنی قرآن، تلاوت کردن زیاد قرآن، همیشه به ذکر مشغول بودن، در نزد الله خود را ناچیز حس کردن. به اینها چیزی مهم است. خود را در نزد الله ناچیز حس کردن، اقرار کردن گناه، توبه نمودن، نزدیک شدن به الله با عبادت های نافله، دوستی کردن با مؤمنان، موالات مؤمنان، معادات و دشمنی کردن با کافران. همه این چیزها سبب می شود که ایمان در انسان زیاد بشود و این عملها جلب کننده محبت الله سبحانه و تعالی است. بارک الله فیکم. پس از الله سبحانه و تعالی می طلبیم که به ما محبت حقیقی و ربانیش را عطا فرماید و با همین این حلقه را به پایان می رسانیم و در حلقه آینده در موضوع جدید نو، شرک محبت، ضابط شرکی، محبت شرکی، یعنی محبت شرکی چگونه است و نمودهای شرک در محبت و بعضی از آیات هایی که در این مسئله آمده است، ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. بارک الله فیکم.